سلام خدمت تک تک شما دوست عزیز. امروز آمدیم با یک آموزش دیگه از آموزش های خوشنویسی نستعلیق خط تحریری. دوست عزیز بسیار زیاد مدت بودم دور بودم از آموزش ها دیگه، جنجال و مشقت زیادتر بود، نتونستم برای شما آموزش دیگه بانم. بعد از آموزش دال و زال، البته آخرین آموزش من آموزش بود. دوست عزیز زیاد نمیخوایم پر حرفی کنیم، میریم سمت آموزش حرفی ری و زی و ژ. دوست عزیز قسمی که من گفتم برای شما خط تحریری البته آموزش میتم، امروز با خط ضخامت نویسی البته یا هم ضخامت نویسی که بیادر ما را نوشته کردیم برای شما دوست عزیز. آموزش حرف ری را البته بازم یک کمی تغییرات بیاید آموزش دیگه، میریم سمت آموزش و خوب سعی کنید دوست عزیز. شروع میکنم دوست عزیز. حرف ری قسمی که من گفتم در اینجا شما میبینین سری خط است دوست عزیز، در بین خط نمیآید دیگه. میریم سمت آموزش و شما خوب سعی درست نگاه کنید. میریم تا به همین خط هم میشه نوشته کرد. یک رقم رقم دوست عزیز نوشته میشه به اندازه 2 نقطه از دوست عزیز. البته در بعضی جایا از 2 نقطه کمتر هم میآید دیگه، از 2 نقطه کمتر هم بستگی داره که سری حروف شوه کمتر از 2 نقطه میشه، مثال از زیر حروف شوه خورتر میشه. باز با ما 2 رقم ری داریم، یکی ری خنجری داریم و یکی هم ری مرغی داریم. این هست ری مرغی ما و شما و ری خنجری هم برای شما نوشته میکنم دوست عزیز. به این ری مرغی میگن، ری مرغی است یا ری زیجه مرغی است دوست عزیز. خنجری چه وقت نوشته میشه برای شما یک مثال کوتاه بدم دوست عزیز. خنجری مثالش ما قسمی که شما میبینید اینجا حرف آموزش نوشته کردیم و حرف زیر سین دادیم دیگه. البته میرم با ما اندازه نوشته کردیم یا یکم هیری رو میبینید سری حرف است. ما اینجا شما اینجا مثال میتونم که ری خنجری بچه موقع مثال، یا که هم مثال در حرف در مثال نوشته کنیم وقتی که حرف ری داخل حروف که میاد داخل حروف میاد وقت باز ما میتونیم خنجری نوشته کنیم. به رقم به هم باز خانش داشته باشه، مثالش به خانش داشته باشه. به این میگن ری چی؟ ری خنجری. یا که مثالش ما شما یک حرف نوشته میکنیم مثال رفت میبینیم که فیوته ما شما مثال جای داره ولی ری ما شما جای نداره. ما شما مثال ری رو چیکار میکنیم؟ میتونیم که سری همین رفت نوشته کنیم. البته قانون و قاعده های خاص خود داره. به طریق خنجری میتونیم نوشته کنیم. یکی داخل حرف آمد یکی سری حرف آمد، ما میتونیم ری خنجری رو چی کنیم؟ استفاده کنیم دوست عزیز. پیشنهاد، انتقاد، سوال چیزی اگر دارین درباره آموزش دوست عزیز میتونید از ما شما سوال کنید. البته در حد توان خود میتونم برای شما جوابگوی باشم دیگه. آموزش های بعدی ما را هم دنبال کنین انشالله دیگه. کامنت لایک بکنین، البته باعث تشویق من میشه دوست عزیز دیگه. به نام یاد خدا باشین دوست عزیز. خدا حافظ شما.